سلام علیکم داملای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر به عصبانیت و به مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن به او سوال و جوابی نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است، زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما با همین گروه های آوانتور آمدیم. شما در همتون در پیشنهاد میکنیم این گروه را. شخصان میخواهند که به حج فرضی یا اینکه عمره بروند، پس برای شما شرکت آوانتور را توصیه میدهیم. خوبی این شرکت در این است که راهبردان با زبان تاجیکی گپ میزنند. از همین سبب بسیاری تاجیکان سالهاست با همین شرکت حج میکنند. مشتریان را با تمام شرط و شرایط و اینچنین مهمانخانه‌های زمانوی که نزدیکی عبادتگاه است تأمین میکنند. جایهای تاریخی، سیاحت براحت و اینچنین شرط و اصولهای حج را برای شما با زبان تاجیکی میفهمانند. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شفا و طبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحمی پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و طبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق می شود. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتوا کاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلالی خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد. زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید، زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. او چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لکن طلاق نتین
تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. ز اسرار حقایق آن نکونام. یک روز میگد این بایزید بسطامی چونین یک سخن شیرین را، چونین یک اسرار پیشینیا را بر ما و شما حضرت خبر داد. بایزید بسطامی را هم میخواهم به شما شناس کنم. حضرت بایزید بسطامی همان شخصی بود که در بسطام، شهر بسطام به دنیا آمده است. این بایزید حضرت جنیدالله بغدادی چی میگوید؟ میگوید این بایزید در بین ما در قدر و در منزلت مثل آنی بود که جبرائیل چگونه که در بین ملائکه ها بود، چگونه که جبرائیل در بین ملائکه قدر و قیمت داشت. این بایزید بسطامی در بین ما همان منزلت و قدر را در بین تمام اولیاها و ولیهای خدا همین مرتبه را صاحب بود. حضرت میگد همین بایزید بسطامی چنان آداب داشتند که وقتی که به مسجد می آمدن میگد حضرت در راه گریه کرده می آمدن و چنان یک آداب داشتند که به مقصد مسجد که می آمدن در راه توف نمی کردن. تا این اندازه حضرت میگد بی نهایت آداب خیلی بلندی داشتن. بار میگد نزد مسجد آمد که شاگرداش شکایت میکند، ساعتها میگه گریه میکرد پیش از داخل شدن مسجد. وقتی از اون میپرسیدن بایزید سبب گریه چیست؟ میگفت حضرت میگفت من خودم را مثل زنی که حایضه است که داخل شدن مسجد برای او گناه است و سبب ناپاک شدن مسجد می شود، خودم را مثل همون زن حایضه حس می کنم. بیرون مسجد می ایستم، از بس که من که بنده گناهگار هستم، بنده خطاکار هستم، در تصورات من، در فکر من این حکمت میگذرد که وقتی که من داخل مسجد می شوم، من آدم گناهگار، مسجد یک موضع پاک است، شاید که این مسجد، این موضع پاک از من آدم معصیت آلود، از من آدم گناهگار شاید که ناپاک شود. چگونه حضرت ها به زمانی که این قدر عبادت ها داشتند، خاک پای بایزید بسطامی از تمامی ما و شما بهتر بود. شبان روزان حضرت ها عبادت داشتند، در وجودشان چنان ترس خدا نشسته بود که شاگردهاش میگد شب بالای بام برآمد همین بایزید بسطامی، تا روز میگد ذکر میکرد، خدا را یادآوری میکرد. وقتی سحر شد بالای بام برآمدیم، نگاه کردیم که بایزید بسطامی در یک کناره بام میگد طهارت شکستگی بود، یعنی پیشاب کرده بود. نگاه کردیم پیشابش کلن همه خون بود. وقتی میگه از او پرسان کردیم بایزید آیا اگر بیمار باشی طبیب حاضر کنیم، این خون از وجود شما بیرون شده است؟ میگه حضرت به جانب ما گشته گفت این درد من طبیب ندارد، این درد من دیگر درد است. بالای بام بودم، گفت به یادم یک خطایی در آوان جوانی کرده بودم، یادم آمد که در جوانی یک خطایی از من گذشته بود و در فکر همان چنان به خدا داده شدم، چنان زاره و تولا کردم که فردا اگر از همان خطایی، از همان گناه اگر خدا مرا راست کند و مرا بپرسد، من بر خدا چی جواب می گفته باشم؟ از این خاطر گفت پیشاب من بر خون مبدل گشت. ببین امروز ما و شما ریشای ما و شما مثل کفن سفید است. 20 سال 30 سال پیش گناهایی که کرده میشینیم با او را چکار میکنیم؟ یادآوری میکنیم. چی معیشت داشتیم، چی عرق نوشی داشتیم، چی زناکاری داشتیم. اون معیشت نبود، اون معصیت بود. این شرمندگی است وقتی که ما و شما گناه را یادآوری میکنیم، تا جایی که در عوض او توبه کنیم، از خدا بترسیم، ما و شما یادآوری میکنیم، بر گناه خود باز فخر میکنیم. فاعمل المعصیة بقدر صبرك على النار
پیغمبر میگه ای امت من همون قدر گناهی بکن که قوت سوختنی را در آتش دوزخ داشته باشی. جد تو آدم بهشتش جای بود. حضرت رومی خدا رحمتش کند میگه بابای شما حضرت آدم روزی که خدا خلقش کرد اولین آدم داخل جنتش کرد. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. تمام ملائک حضرت آدم در داخل جنت سجده میکرد. یک گناه ناکرده گفتندش تمام مذنب برو بیرون خرام. یک گناه کرد در داخل جنت، خدا گفت بر این گندم نزدیک نشو. با وسواس شیطان حضرت آدم به گندم نزدیک شد، خطا کرد، گندم را خورد، در امر الهی تجاوز کرد. خداوند از جنت بیرونش کرد به سبب یک خطایی، یک گناه. رومی چی میگوید به سوی ما و شما؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا؟ تو طمع داری که امروز تا بیگه فقط و فقط در گناه مبتلایی، در یک چاه گناه آلوده هستی، بزم این باز میخواهی که وارد جنت جاویدان شوی؟ جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، جنت جای پاکان است، جنت جای عاشقان الهی هست. همین بایزید بسطامی گفتند که ابراهیم و موسی و مسیحا چنین فرمودن آن انبیاها، مرا گردان ز امتهای احمد که داری بر محمد لطف بی حد. حضرت بایزید بسطامی میگوید حضرت ابراهیم میگد حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینها تمنای داشتند، آرزوی داشتند. چه آرزو بود؟ خدایا ما را از آنی که پیغمبر ساختی از این دیده اگر امت محمد می ساختی این برای ما فضل بود، این برای ما بهتر بود، زیرا که بر محمد تو بی‌نهایت لطف بی حد دادگی هستی. زیرا که محمد یکی از پیغمبرهای هست که در آخرت همه دامان حضرت بحر شفاعت می قپند. چون این پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چون این پیغمبر ما و شما البته امت هستیم. خداوند در قرآن تعریف میکند و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه وسلم چه یک فعل خوب داری، چه یک کردار نغز داری، چه یک معامله حلیمانه داری. خداوند در قرآن رسول اکرم همچنان وصف میکند. من یک معامله نیکی او را بر شما وصف میکنیم، انشاءالله موضوع ما دیگر است. خدا خواسته باشد از مولودهای حضرت خواه روز جمعه است خواه یکان روز دیگر است انتخاب میکنیم. ما روزهای جمعه فقط یک ساعتی داریم که خودش ساعتی تبلیغ است، ساعتی هست که یعنی به گوش همه مردم حکم خدا و پیغمبری را برسانیم. از این خاطر هر جایی که مولود شود در روز جمعه ما اشتراک کرده نمیتونیم، زیرا که جمعه در جمعه خودمان میمونیم. اگر کسی که مولود کنه از در مسجدهاشون روزهای شنبه یک شنبه اختیار کنند. روزهای جمعه خودش یک ساعتی است که خدای ساعت بهر ما آورده است. بازی را به مولود تبدیل بتیم، باز اگر جمعه به جمعه شیم مثل سال آینده میاییم دیگر هیچ کس را نمیابیم. یک شخص به نام سمامه بود میگد از قبیله یمامه به طرف مدینه آمدن. در دست میگد یک کارد داشتند. وقتی که وارد مدینه شدند با اون شخص حضرت عمر رو پرو شد. از او پرسان کرد تو کی هستی؟ گفت من نفری هستم که دشمن محمد هستم و این کارده که در دست دارم بهر قتل همین محمد صلی الله علیه و سلم آماده کردگی هستم. عمر که
طاقت شنیدن این سخنها نداشت. عمر شخصی بود که جان فدای پیغمبر ما و شما بود، دویم یار رسول اکرم بود. لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری بر محمد ختم نمیشد، گفت رسول اکرم، هر آینه بعد من عمر پیغمبر میشد. اینقدر عدالت و اینقدر صدق بر اسلام داشت. حضرت میگه هر دو دست به دست شدن. حضرت عمر میگه لباسهای اون مشرک از بدن کشید، کاردیو را از دستش گرفت و برده میگه در یک گوشه از مسجد مثل سگی را که بند میکنی همچنان بند کرد و نزد رسول اکرم برای خبر دادن رفت. پیغمبر خدا را گفت یک شخصی برای قتل تو آمده بود، ما او را دستگیر کردیم. این کارد که میبینی کارد همون شخص است و همان نفر در یکی از گوشه های مسجد بند کرده شده است. رسول اکرم از جای خود خیستند، آمدن داخل مسجد، دیدن که در اصل آن چیزی که عمر گفته بود همان است و جانب همون شخص نگاه کرد، گفت برای این کسی که دشمن من است طعام آماده کردین؟ حضرت عمر در هیجان آمد، گفت رسول اکرم چی میگوی؟ طعام برای همین مشرک، همین شخصی که برای قتل تو آمده است، اینا باز ما طعام بتیم؟ رسول اکرم خطاب کرد از خانه من رفته شیر تازه بیاره. دیگر حضرات دوان به خانه رسول اکرم رفتن، در یک ظرف شیر آوردن. رسول اکرم امر کرد دستهاش بکشایین. دستهاش میگه کشاده کردن، ظرف در دستش داد، شیر یک جایه میگه همش نوشید، کارد در دستش داد، گو به خانت برو. حضرت عمر گو رسول اکرم چی میشود که گردن ای را من بزنم؟ رسول اکرم توجه به عمر نکرد و حضرت عمر میگه پیش از آنی که این شخص از پیش رسول اکرم دور شود، گفت بگو ای مشرک خدا، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، بگو کلمه طیبه را. لیکن این شخص میگه خودداری کرد، نگفت، رفت. یک چند قدم رفت میگه و پس گشت آمد نزد پیغمبر خدا، میگه بزانو زد، گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. عمر در حیرت مان، گفت ای شخص، گفت الحال من بر تو این کلمه طیبه را عرضه کردم، چرا نگفتی؟ و بعد چند قدم گشته آمدی باز گفتی؟ گفت اگر در اون صورت من کلمه را عرضه میکردم، هر آینه بر من میگفتید که از حساب آنی که ما اسیرش گرفتیم، از حساب آنی که در سیاست ما افتاد، یعنی از ترس جان ایمان آورد. من که آزاد شدم، همچون مستقل از پیش ما که دور شدم، گشته آمدم ایمان عرضه کردم برای رضاگی خدا و برای معامله خوبی که پیغمبر بر من کرد. ببین چگونه یک پیغمبر حلیمی داشتیم. اسلام ما همچنان است. اسلام ما همچنان معامله بر دشمنهای خدا میکنند. موعظه‌ای که الحال داریم، این سوال و جوابهایی که در پیش من ایستادگی است، اینها را میخوام به سمع شما برسانم، زیرا که خیلی از حد زیاد شده است. باز چندین سوالها در پیش ما منتظر جواب هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. یک نمود شپرک را اوراح میگویند و آن را آرد میکنند. آیا این درست است؟ یک شپرکی هست که در خانه ما و شما ارواحکش میگیم. وقتی داخل میشود ما و شما را در حال ارواحهای گذشته من یادمان میآید. یعنی از ما ارواحهای گذشته هست. همین شپرک برای همون آمده است گفته ما و شما را یک یادآوری میکنند. لیکن در اصل این اصل ندارد. این ارواح به منزله شپرک نیست. ارواحهای ما و شما، خاندان ما و شما می آید. ارواحهای ما و شما برای خاندان ما و شما،
برای نظارت زن خودش، فرزند خودش، خانه خودش چگونه معامله در او خانه است برای خبرگیری می آیند. نظر میکنند که از خانه بر بحر او آیا یگان طعام، آیا یگان خیر احسان، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود یا نه. البته می آیند، لیکن شما میتونین ارواحهای خودتان با قدر ضرورت خودتان از خیر احسان چکار کنین؟ خشنود بسازین، با نمازها خشنود بسازین. این ارواحکی که میگیم اینا البته اصل ندارن، این هم یک مخلوقی خداست، فصلش می شود، پیدا می شود، هر خانه داخل می شود. اگر بر همین بهانه هم اگر خانه که خیر احسان نداشته باشد با فکری همی اگر خیر احسان کرد، اینش هم خوب است. السلام علیکم داملای عزیز. در قبر با کدام زبان سوال جواب میکنند؟ در قبر چگونه ای که جمعه پیشین رسول اکرم فرزند خودش ابراهیم گفت تو را میپرسند خدای تو کیست؟ بگو خدای من الله یگانه است، پیغمبر او پدر من است و دین او اسلام است. یعنی وقتی که ما و شما داخل قبر میشیم، ما و شما را در نزد منکر و نکیر سوال و جواب کردن این کار آسان نیست. انشاءالله من صفت منکر و نکیر را بر شما در جمعه های آینده بیان میکنیم که منکر و نکیر چگونه هستند. اینجا فقط رحمت الهی لازم است که خداوند بالای ما و شما رحمت خودش پایان کند تا که ما به سوال های منکر و نکیر با آزادی جواب بگیم. منکر و نکیر با زبان عربی ما و شما را میپرسد، لیکن خداوند بر زبان ما و شما همین زبان با آسانی چکار میکند؟ مبدل میسازد. ما با زبان خود منکر و نکیر جواب اونها را چکار میکنیم؟ اگر خدا خواسته باشد عملهای ما و شما زائد باشد، ما بنده نیکبخت باشیم، جوابشان را با آسانی میگوییم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش داریم که سوال ما را با پررگی جواب گردانید. بعضی عائله های هستند که مادرانشان را اپا یا کیانگه میگویند. آیا در نزد خداوند گناهگار هست یا نه؟ نه، گناهگار نمیشوند. اگر مادر بگین از همه در بهترین همین است. پدر بگین یا به لفظ آذری که ما و شما آتا میگیم یا اتا میگیم، اینو بهترین هستند. از اوی که مثال ینگه میگین، از اوی که اپا میگین، اینا البته در راست مادر استفاده کردن اینها از روی منطق خطا هست. لیکن مادامی که نیتی ما نیتی همچه مادر همچه یک برای احترام است باکی ندارد. لیکن خوب میشود که ما و شما آچه و آتایی که داریم کلمه ها همینا را استفاده کنیم، این بهتر است. از کلمه هایی که مامشکه و از کلمه هایی که موی سفید حذر کنین. عیب است، عیب. این شما اگر از مدنیت حساب کنین یا که شرم کنین، حیف شمار جوان. خواب در دهن همتا جوانی که شرم کند که پدر خچه آتا بگد، یا شرم کند که مادر خچه آچه بگد، یا مامشکه یا که مثال موی سفید. این چی است؟ اینا نه مدنیت است نه پیشرفت است. همون آچه و آتایی که ما و شما داشتیم همچنان ما و شما با فرزندان میراث بگذاریم، این بهتر است. داملای محترم، من پدر و مادرم را گفتم مرا زن بده. او برای من گفت رفته خودت کار کنه زن بگیر. آیا پدر حق دارد یا من؟ در بعضی از حدیث ها در گردن پدر و مادر 4 حق است. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را ختنه کردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4 فرزند خاندار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت این شرایط خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم،
خود پدر و مادر نان بتیم و به زم این باز خود خانه‌دار شیم، این بهتر است از اینکه پدر و مادر ما و شما دقت میتیم، پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم، این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حقدار است که مرا زن بتد بیستیم مطلی او به یگان کار دست درازی نکنیم، اینم خطا هست. السلام علیکم دوستان عزیز. من سوالها را مختصر جواب میگیم زیرا که به همه سوالها نمیرسیم. من از شما خواهش میکنم که این سوال من رو جواب دهید. ما با یک رفیقم نشسته بودیم. رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد. من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من رزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال من را جواب دهید. البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم این رزق نیست. اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این رزق باشه